ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید اگه صحبتی دارید. من در خدمت شما هستم. خب ابتدا آقای رجب‌زاده نظرشون در تو بازی میفرمایید، بعد اگه سوالی داشتید در خدمت شما هستم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت دارم خدمت همه دوستان و خدا قوت بهتون میگم. بازی خب بازی جوندار و خوبی بود. فکر کنم نیمه اول شرایطمون خیلی خوب بود و فوتبال خوبی انجام دادیم. خب خوش موقع هم به گل رسیدیم. تمام فضاهایی که شاید تیم داماش میداد ازش استفاده کردیم. به کردن جلو دفاعشون ثابت توپ شدیم، گردش توپ کردیم، از فضاها استفاده کردیم، چندین موقعیت داشتیم. خب یه دونش هم به گل رسید. نیمه دوم خب با توجه به اینکه خیلی بچه‌ها انرژی گذاشتن و تلاش کردن، بازی هم سوار بودیم. چندین موقعیت هم توی ضد حملات فکر می‌کنم میتونستیم به گل برسیم و یه کمی تو پاس‌های آخر بی‌دقت بودیم. خب تیم داماش هم طبیعی بود که توی خونش هست و با حمایت هوادارشون فشار بیارن به دروازه ما. خب بیشتر هم بازی مستقیم انجام دادن و سعی کردن روی توپ‌های قطری موقعیت ایجاد کنن. به نظرم امروز 3 امتیاز ما داشتیم، خودمون اشتباه کردیم. یعنی اون توپی که پنالتی شد، نمیخوام خدای نکرده بچه‌ها همه زحمت میکشن، دنبال مقصر هم نیست. یکم باید تمرکز بیشتری می‌داشتیم تو اون لحظه که بتونیم تصمیم بهتری بگیریم و به نظرم بازی رو مفت مساوی کردیم. ما میتونستیم برنده این بازی باشیم و خیلی هم برامون مهم بود 3 امتیازش. اومده بودیم که بازی رو هم ببریم، یعنی برای برد اومده بودیم. اگر بازی رو هم دقت کنید تیممون تهاجمی بازی کرد، موقعیت خوبی ایجاد کرد، ولی نیمه دوم باید استفاده می‌کردیم. تیمی مثل داماش حالا تو خونه خودش، هر تیمی که گل عقب میفته طبیعیه که فشار میاره، تو ضد حملات فضا میدادن، ولی استفاده نکردیم و نهایتاً هم بازی مساوی شد. ولی خسته نباشید میگم به دو تا تیم، خسته نباشید میگم به هوادارهای پرشور تیم داماش که واقعاً قشنگ تشویق میکنن و حس خوبی ورزش رو میدن. خدا قوت بهشون میگم. تو بحث داوری هم به نظرم داور بازی رو به غیر از چند تا صحنه خوب کنترل کرد. یه صحنه فکر کنم نیمه اول که آفساید گرفت داور کنار، اشتباه کرد. فکر کنم حدود 2 متر بازیکن ما از عقب‌تر تو موقعیت تک به تک بود، آفساید گرفت. ولی تو اکثر دقایق به نظرم قضاوتش بد نبود، به غیر از 2 تا خطاهای مشابه و مثلا برای ما نگرفت، برای تیم داماش گرفت. اینا هم طبیعیه تو فوتبال، ولی داوری فکر می‌کنم مشکل خاصی نداشت. من در خدمتم. اجازه خسته نباشید. به نظر شما تا روزهای آخر با وجود تیم‌های مثل خیبر و چادرملو، حالا خیبر خودتون میدونید چه شرایطی دارن، دوستان در سازمان لیگ هستن، یه سری حالا دارن تمام زورشون رو میزنن که بالاخره خیبر رو به خواستش برسونه. به نظر شما تیم مردمی فجر تا روز آخر میتونه با این چی میگن حواشی پشت پرده توی کورس بمونه؟ ببینید، من راجع به تیمایی که فرمودین صحبت نمی‌کنم و حالا حرف زیاد هست تو جامعه فوتبال ما، خیلی حرف زده میشه. یه سریاش واقعیت، یه سریاش هم شاید واقعیت نیست، ولی ما کارمون رو با سلامت و با اعتماد میبریم جلو. اون چیزایی که میگین مسائل پشت پرده و اینا، به زرس قاطع نمیشه راجبش صحبت کرد. ولی همیشه تو فوتبال، مخصوصا تو فوتبال ما، تو لیگای پایین، لیگ 1، لیگ 2، خیلی مسائل اتفاق میفته و ما خبر نداریم. چندین بارم حالا اون موقع که برنامه 90 برگزار میشد، پخش میشد، آقای فردوسی پور خیلی روی این مسائل مانور دادن، صحبت کردن. خیلیا محروم شدن، خیلی چیزا علنی بود، یعنی تو بازی جریانات اتفاق میافتاد که اونجا روش بحث شده. طبیعیه که آدما طرز فکرها متفاوت هستن. یعنی من یه جور فکر میکنم، باشگاه ما یه جور فکر کنه، ممکنه خیلی باشگاه‌های دیگه یه جوریه فکر کنه و تفاوت هست. دیدگاه‌های منفی هست، دیدگاه‌های مثبت هست، راه‌های بیراهه هست، راه‌های درست هم هست، ولی ما یاد گرفتیم که نزدیکترین راه راست و مستقیم. ما تو راه راست قدم برمی‌داریم، تلاشمون هم می‌کنیم دیگه. با همه چی نمیتونیم بجنگیم. این فصل اول هم
یکی دو تا بازی واقعا ضربه خوردیم از این قضیه، ولی تلاشمون میکنیم که با سلامت از این مسیر عبور کنیم و بتونیم صعود کنیم. امیدمون هم از دست نمیدیم. تیم خیلی خوبی داریم، تیمی داریم که تاکتیکی هست، تیمی داریم که فنی هست. حالا ممکنه بالا پایین بشه یه روزی، ولی قطعاً تمام تلاشمون میکنیم که تا روز آخر بتونیم صعود کنیم به لیگ برتر. مرسی. بفهم. مرسی. متشکرم.